آیه و دلیل دهم که دلالت دارد غیر از خود خدا نبایستی کسی دیگر را خواند و صدا کرد، آیه شماره 16 سوره قاف سوره 50 هست. خدا می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا می‌فرماید به تحقیق ما انسان را خلق کردیم و وسوسه و خیالات نفس او را می‌دانیم و ما به او از رگ حیات، از رگ گردن نزدیکتریم. سوره الانفال سوره 8 آیه 24. خدا می‌فرماید ما به مردم از رگ گردن نزدیکتریم و ما وسوسه قلب او را می‌دانیم. حالا باز هم این دین فروشانه که کتاب‌های توسل می‌نویسند، روزه‌های توسل راه می‌اندازند، نوح خانه توسل راه می‌اندازند، باز هم اینها از خداوند خجالت نمی‌کشند و به این دلیل است ای بیچاره های بدبخت به سینه زن و به سر زدن، به زنجیر زدن، بفهمید اینها برای این است که این حقه‌بازهای دروغگوها نمیگذارند شما قرآن یاد بگیرید. اگر یک نفر یک آیه قرآن به شما بخونه و واقعا به معنی اون را بگه، قیامت میکنه 1000 جور به اون تهمت میزنن، تهمت وهابیگری، نمیدونم هر تهمت دیگه میزنن. پس بیدار بشید، قرآن یاد بگیرید. یکی ایاک نعبد و ایاک نستعین مردم یاد بگیرن، تمام. ایاک نعبد خدایا فقط تو را از عبادت میکنیم، ایاک نستعین خدایا فقط از تو یاری میطلبیم. همه یکی را نمیزنن. این بین آیه آشکاری، مردم هر روز بارها این آیه را میخونن، ولی شیطان واقعا هم این آخوندهای شیطان صفت و شیطان با اینها هست، نمیذارن مردم یاد بگیره و این مشرک شرک به خدا شروع و هر روز هم بیشتر میشه. پناه میبریم به خدا. البته هر قدر که شرک بیشتر میشه، عذاب الهی هم بیشتر میشه، عذاب خدایی هم وارد میشه. دلیل 11 که دلالت آیه 11 که دلالت دارد بایست فقط خدا را صدا کرد. سوره الانفال همین سوره 8 آیه شماره 24. خدا میفرماید وعلموا ای مردم بدانید ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. خدا میفرماید ای مردم، البته خداوند یا وعلموا ان الله، خداوند خطاب به مؤمنینه، اونایی که ایمان آوردن، خطاب به مؤمنینه. میفرماید و بدانید ای مؤمنین بدانید
خداوند حائل می شود بین مرد و قلب او. خداوند حائل می شود بین انسان و قلب انسان. شما توجه فرمایید، خداوند چقدر به بندگان خود نزدیک است که می فرماید خدا حائل می شود بین انسان و قلب انسان. اون آیه قبلی که گفت خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتره، این آیه میگه خداوند بین انسان و قلب انسان حائل می شود. آقا دیگه از این نزدیکتر آقا بی انصاف آقا ست قرآن. در آیه قبلی هم فرمود خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است. پس این دین فروشان چرا اینقدر با خدا و قرآن خدا مخالفت میکنند و میگویند ما باید بین خود و خدا وسیله قرار بدهیم و دعا کنیم؟ درباره اینها به این دلیل است که درباره این آدم ها و اونهایی که به حرف اونها گوش میدهد خداوند میفرماید اونها سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، کرانند، گنگانند، کورانند و هم لا یعقلون و اونها تعقل نمی کنند. عقلی که خدا به اونها داده به کار نمی اندازند. بس عقلت به کار بینداز ای مشرک بیچاره بدبخت، عقلت به کار بینداز، به قرآن خدا به مسلمان ها توهین نکن، به قرآن خدا تهمت دروغ نزن. 12 دلیل 12 که نبایسته به غیر از خدا برای خود ولی و پناه و تکیهگاه قرار داد و همینطور به کسی که روزی نمیدهد و روزی اون با خداست توجه کرد. نبایسته خدا میفرماید به کسی که روزی تو را نمیدهد و خود اون مخلوق است، خدا روزی اون میدی، نبایسته به اون توجه داشت. حالا تمامی پیغمبران و اینهایی که دور قبلشون میچرخید همه اونها خدا روزشون داده، خدا به اونها زندگی داده، خدا نفس داده، خدا حیات زندگی داده. با اون چرا توسل میکنید؟ خدا میگه هر کسی که روزی به تو نداده و خودش هم روزیش رو از خدا گرفته با اون توجه نکن. قل ای پیغمبر بگو به مردم اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. سوره الانعام 6 آیه 15 14 و 15. ای پیغمبر به مردم بگو آیا غیر از خدا برای خود ولی و سرپرست بگیرم؟ ولی و سرپرست و کمک بگیرم؟ خدایی که خالق و آفریننده آسمان ها و زمین است و او خوراننده
و روزی دهنده است و کسی به او روزی نمیدهد. قرآن ببینید چقدر محکم کاریه، چقدر دیگه روشن بیان میکنه، چقدر واضحه. خدا روزی از کسی روزی نمیخوره، خدا روزی میده. بازم میفهمن، بازم مشرکین میگن که ما قرآن را نمیفهمیم، قرآن را بایستی فلان امام به ما معنی بکنه. از همه کتاب های عربی به خدا است، به خدا از تمام این کتاب های اخبار و احادیث قرآن آسان تره اگر شما جدیت بکنید. و کسی به اون روزی نمیدهد. خدا میفرماید کسی به خدا روزی نمیدهد. باز خدا میفرماید ای مردم، ای پیغمبر، خدا میفرماید ای پیغمبر به مردم بگو من مأمورم، خدا به من امر کرده و دستور داده که اول کسی باشم که مسلمان شده. خدا میفرماید خود ای پیغمبر به مردم بگو خداوند به مردم من مأمورم، خدا به من امر کرده که اول مسلمان باشم، پس و از مشرکین نباشم. حالا اینجا این آیه هم ثابت میکنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشرک اول کسی است که مسلمان شده، اول کسی است که خداوند او را در بین مشرکین اشتباه نباشه، نه اینکه اول کسی در دنیا دریا، اول کسی بوده در مکه، در بین مشرکین مکه اول کسی بوده که مسلمان شده. چون اهل مکه و عربستان مشرک بودن. به این جهت خدا میفرماید ای پیغمبر به مردم بگو که به تو دستور داده شده که اول مسلمان باشی، وگرنه تمام پیغمبران گذشته و پیروان اونها مسلمان نامیده می شدن، که تمام پیغمبران مسلمان بودن و پیروان اونها مسلمان بودن. در مکه چون مشرک بودن، در عربستان مشرک بودن، به پیغمبر خدا دستور داده، هدایت کرده و گفته تو اول مسلمان باش. این آیه هم دلالت دارد که پیغمبر اسلام مسلمان نبوده، بلکه مشرک بوده، مثل اهل مکه و بقیه فامیل خود که خداوند او را هدایت کرده و به پیغمبری برگزیده. باز خداوند تبارک و تعالی تاکید میکند و میفرماید ای پیغمبر به مردم بگو به درستی که محققا من از عذاب روز بزرگ، روز قیامت میترسم که اگر گناه کنم و به پروردگارم نافرمانی بکنم. این آیه هم دلالت دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم نبوده که گناه از او صادر نشود، بلکه پیغمبر بیاری خدا و در اثر پرهیزکاری گناه نمی کرده. و اگر شخصی معصوم باشد و گناه نکند اون که تعریف ندارد. مثلا مردی که ناقص است و به عللی نمیتواند زنا کند، اگر اون مرد زنا نکند اون که تعریف ندارد چون نمیتواند. اما اگر جوانی که با قدرت تمام برای رضای خدا از زنا و از گناهان دیگر پرهیز میکند، اون جوان لایق تعریف و تمجید است. اون دین فروشانی که
با آیات صریح و